را به یکی از فعالان سیاسی، به یکی از مبارزان راه حق برادر سهراب ظفر می‌دهیم. برآمد برادر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا مناداری خدمت بیان میکنم به همه نفرایی که در اینجا حضور دارند، یک یک شما و با اون نفرای دیگر هم که در هر کنج دنیا امروز صدا بلند میکنن برای آزادی مردم تاجیکستان، برای دینشون، برای نسل آینده کوشش تلاش میکنن و ان شاء الله امیدوارم که کوشش تلاش شما ملت مردم را آزادی کنند ان شاء الله. این روزها البته مشاهده کردن میشود که صف مبارزان روز تا روز زیادتر قوی‌تر شده الحمدلله و هر یک قدمی که ما و شما میکنیم علیه ظلم مطمئن باشه انشاءالله این رژیم امروزه را به نیستی میبره و مردم را به آزادی. فقط متاسفانه یک تعدادی هسته که امروز خاموشی را اختیار کرده. یک تعدادی هسته که خاموشی را اختیار کرده و سببش در چی میبینید؟ میگه که بالای سر عائله ما، بالای سر پدر مادر ما فشار میاگر ما صدا بلند کنیم. لیکن شما را نمیفهمید که در صدای شما نه، در خاموشی شما خطر بالا میاد، بالای مردم، بالای پدرتون، بالای مادراتون. شخصا خودی من امروز سخنرانی برادر در می‌دم. سال 2014 در میدان مسکو من گفتم هر کدامت که صدا بلند میکنی ضد رژیم امروزه، هر کس که مقابل رژیم امروزه است فرزند اوگهی برای او را، هر یک نفر که صدا بلند میکنی رژیم امروزه شما را فرزند اوگه حساب میکنه. نه حاصله سبب خاموشیتونه. این همجا راست ایستادگیم سبب خاموشی مونه. اگر همین خاموشی باشه پگه با یک تلیت میگوی پدر برادر میگوی، چرا که امروز ما یک جمع شدگی پدر برادر. سبب خطاگی ما در چی بود؟ ما رفرندوم سال 99 را خط کردیم، گفتیم بیا صلح و ثبات ویران نکنیم، خط کردیم. 2003 شد ما خط کردیم، گفتیم خوب میشود بیا گپ نزنیم صلح و ثبات. مرحمت 2016 ای پیش را بسوی غلامی در اصل سببی در اینجا بدن این رسما در چیه؟ همش برای نمی روزه، برای 22 می 2016 همه اینا سرکوب کرده شدن به همین خاطر 2016. امروز 19 می رسا یک سال پیش یک برادر جوانی ما مبارز سرافراز به نام سرافراز میشوزیم احسان، یک سال رسا یک سال شد یک جوانی که خست، جوانی 23 ساله 24 ساله برای نمی رفرندوم، برای نمی روز جوانی که صدا میکرد اسلام صداشا خاموش کرد. مرحله قواتو مقصود ابراهیمو نفرهایی که میبینید در اینجا رسماشون همه اینا سرکوب کرده شدن به خاطر همین روز 22 امروز تعدادی دیگر میگن که شما سخت گپ میزنید. ما نمیشود که طرف ظالمه که مردم ما را قتل کرده است کشته است علیه ما جنگ داره ما بگوییم بخندیم، ما بگوییم تبسم کنیم. شما میگن که درها بسته میشود، کدام درها را نگاه دارید؟ کدام درها را شما این رژیم نگاه دارید؟ من امروز به این رژیم گپی ندارم، به رژیم همه گپ گفته شد، فقط باید سرنگونش کنیم. امروز گپ به مردم داریم، به نفرای داریم که آزادی میخواهند، اصلاحات میخواهند. کدام درهای بسته را، کدام درها را میبندید به سخنان؟ شما ای جانبی رژیم فقط تا در برای شما بوده، یکش زندان است دیگرش قبر. یگام در دیگه طرف رژیم به شما کشوده نمیشود تا خودتون نزنید، نشکنید، رژیم سرنگون نکنید، آزادی را نیارید. همه نفری که سرکوب کرده شدن فقط به خاطر رفرندوم، فقط به خاطر رفرندوم. اگر که امروز خاموشی را بگیریم آینده یک رسمای پدرانمون ما اینجا نمیمونیم، مادر را نمیمونیم، تمام ملت مردم نمیمونیم. شما فقط یک چیز درک کنید که آزادی را در کدام وقت به دست میاریم. ببینید حادثه که چند روز پیش در مسکو شده بود، شما تا نیستید که بدون یارا مقاومت کنید، روی
بستید استاد کنید. برای چی کار شما نمیتونید در وطنتون بکنید؟ برای که شما را هر روز میکشندون. وقتی که 3 نفر کشتن شما در رسانه‌ها مینویسید که فلان ملت فلان جامعه ما را کشت. برای چی ما را در داخل وطن ما نمیکنیم که هر روز ما را میکشند؟ پس ما میتونیم استبداد. برای چی کار در وطن خودمون ظالم نمیکنه؟ یا که ای ظالم با عدالت نگاه داره. شما باید مبارز باشید. مردم مظلوم تاجیکستان فرق بین غلام بین مبارز در چی است؟ شما میرین نزد سفارتخانه میبروین شما را ظلم میکنن، بالای شما گپ میزنن، تهدیدتون میکنن. فرقش در وقتی که مبارزا میان مثل برادرها اون دراشون بستگی است، نفسشون نمیبروید. یا هم یک شاخه‌های ظالمی هست یا هم دست ظالمان در هم درونشتگی هست. این رژیم امروز بله اصوله هر یک قدمی که صدا بلند میکنیم در پای قتل کشتاری تو میزنن، کوشش تلاش میکنن که ترا نابودت کنن. بله اینا برادرایی که امروز در زندانن، چقدر نفرها را در 2015 حادثه کشتن. عمر علی قوت مقصود چقدر کردن؟ برادر جوانی ما با تکرار میکنیم سرافراز عالم مفروض امروز تا این روز از یک خبری نیست. این رژیم میخواه فقط ما را سرکوب کنه، ما را بترسونه، میگه خطا میکنه، ما را هرچند ظلم میکنه، میزنه، میکشه، تای خاک میکنه. ما مثل هم دونه گندمه تای خاک ما میکنیم، مونش میزنیم، میبوییم. یک تای ما را نابود میکنیم، 100 نفر دیگه نفرت بطه پیدا میکنه، از این رو میکنه. ما مثل هم دونه گندمه ما را تای خاک میکنیم، مونش میزنیم، میبوییم، 100 تا زیاد میشه. برای همین ما را به خدا ترس نده. ای خطر ای مرگ ما را ترس نده. فرق در اوه که خطر ما را انتخاب کردگی نیست، خودی ما خطر انتخاب کردگی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.